هیچ بیماری واقعی نیست. چیزی که باعث میشه بدنت مریض بشه ذهنته. اگر ذهنت میتونه بدنتو بیمار کنه، وقتی آرومش کنی میتونه بدنتو شفا بده. ذهن ابزارش ایناست: لجبازی، حسادت، مقایسه و خشم. اگر اینها رو کنترل کنی، عشق از درونت میجوشه. عشقی که بدنتو شفا میده، خانوادت رو نزدیکتر میکنه، جامعه رو متحد میکنه و حتی به طبیعت برکت میده. ذهن میگه نه خودم زندگی میکنم، نمیذارم تو زندگی کنی. پس نذار ذهنت زندگی تو بگیره، کنترلش کن و ببین چجور معجزه ها شروع میشه. ذهن در واقع چیز بدی هم نیست، یک ابزاری است برای بقا و باید ذهن در خدمت ما باشه، نه اینکه ما در خدمت ذهن باشیم. ذهن همان افکاری است که خود به خودی با توجه به دیتایی که بهش دادیم برای ما افکار میسازد. تو نباید به ذهنت اجازه بدی که از طریق تولید افکار تو رو به هر کجایی که دلش میخواد ببره. تو باید ناظر افکارت باشی و از این طریق ذهنت آرام میگیرد. تمام.